الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 59 از آموزش کلمة التوحید، عروة الوثقى، كلمة التقوى، كلمة الطيبة، لا إله إلا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود برحق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. و در این حلقه 59 نیز باقی مانده از کلام علمای اهل سنت و الجماعت که ذکر می نماید که محبت شرط صحت لا اله الا الله ذکر می کنیم و بعد از این باقی مانده از مسائلی که تعلق به محبت است به شما بیان خواهیم کرد. در حلقه گذشته 58 به شما ذکر کردیم که علمای اهل سنت و الجماعت همه گفته اند و ذکر نموده اند که محبت این شرط صحت لا اله الا الله است و لا اله الا الله محمد رسول الله بدون محبت هیچ فایده برای صاحبش نمی بخشد. پس ابن کثیر رحمه الله شاگرد ابن تیمیه، حافظ، محدث، مفسر، صاحب کتاب قرآن العظیم، یعنی صاحب کتاب تفسیر قرآن عظیم، در زیر آیت میگویند، آیتی که الله گفت این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم. اگر شما الله را دوست بدارید، یعنی الله سبحانه و تعالی به محمد صلی الله علیه و سلم میگوید که ای محمد صلی الله علیه و سلم به مردم بگو که اگر شما الله را دوست بدارید به من پیروی نمایید، به من متابعت بنمایید. بعد از این الله شما را دوست می دارد و بعد از این گناه شما بخشیده می شود. پس شرطی نجات، شرطی خوشبختی، شرطی بخشیده شدن گناه این پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است. فقط با محبت یک جانبه کار به انجام نمی رسد. یعنی انسان ادعا بکند و بگوید که من الله را دوست می دارم، با همین کار تمام نیست، باید الله هم بنده را دوست بدارد. امروز یهودی ها، خریستیان ها که نصارا میگیم، نصارا، بودیست و غیره، همه دعوا میکنند که ما اله خود را دوست میداریم، معبود را دوست میداریم. قریشی ها هم دعوا میکردند که ما الله را دوست میداریم. اما شما انسان ها، شما الله را دوست داشتنتون این تنها سببی نجات نمی شود، بلکه باید الله هم بنده اش را دوست بدارد. پس الله همان وقت شما را دوست می دارد که شما پیروی رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم باشید و عبادت ها را و عمل ها را موافقی انجام داده و گفته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انجام میدید. ابن کثیر در زیر همین آیت میگن که فتبعونی، به من پیرو شوید، به محمد صلی الله علیه و سلم پیرو شوید. این آیت حاکم است بر کسانی که ادعا دارند، دعوا دارند که الله را دوست دارند و محبت الله دارند، در حالتی که در راه محمد نیستند. پس از این آیت ما میفهمیم که هر کسی که بگوید که من الله را دوست میدارم اما موافق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عمل ننماید، متابعت پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته نباشد، در این حالت این دعوایش دروغ است، محبتش دروغ است، هیچ محبت به الله رب العزت و الجلال ندارد. سبحان الله. ببینید چقدر آیت بزرگ که به من و شما میفهماند که کی محبت دارد، کی ندارد، کی صادق است، کی کاذب و دروغگو است. پس هر کسی که
دعوای دوست داشتن الله را بکند، در همون وقت باید پیروی رسول الله باشد. هر کسی که دعوای دوست داشتن الله بکند و در همون وقت پیروی رسول الله نباشد، این دعوای دوستداریش دعوای کاذب است و دروغ است. تا همون زمانی که پیروی شرع محمد صلی الله علیه و سلم و دین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دین اسلام نباشد، در همه حالت، هم در صحبت کردنش، هم در اقوال، هم در افعال، هم در احوال، هم در عمل، در همه حالت اعتقاد و عقیده اش باید مثل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، مثل فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. پس ببینید امروز خود شما ای برادرانم قضاوت بکنید و نظر به امت اسلام بکنید که چقدر انسانها خود را به اسلام نسبت میدهند و چقدر انسانها دعوا دارند که الله را دوست می‌دارند، اما پیروی رسول الله را ندارند. قبوری‌اند، مشرکند، رافضه‌اند، صوفی‌اند، اهل بدعت و طاغوت پرستند و غیر ذلك. سبحان الله. پس الله شما را همان وقت دوست می‌دارد، همان وقت محبت شما نسبت الله قبول است و الله هم در نتیجه به شما جواب میدهد و شما را دوست می‌دارد که شما پیروی محمد صلی الله علیه و سلم بکنید در همه حالتتون. و ابن تیمیه رحمه الله میگند که جایز نیست که انسان یک چیزی را از موجودات، مخلوقات به ذاتش دوست بدارد. یک چیزی که الله خلق کرده است، همون چیز را، ذات همون چیز را دوست داشتن جایز نیست. میگن مگرم الله، ما یگانه الله را، خود الله را، ذات الله را، نفس الله و ذاتش را دوست می‌داریم، اما غیر الله باقی مانده چیزها را، ذات این چیزها را دوست نمی‌داریم، بلکه به سبب دیگر چیزها را دوست می‌داریم. مثلا شما دنیا را دوست می‌دارید، خانه را دوست می‌دارید، ماشین را دوست می‌دارید، درخت را دوست می‌دارید، باد هوای خوب را دوست می‌دارید، این عالم را دوست می‌دارید، فرزند و پدر و مادر و زن را دوست می‌دارید. نه اینکه فقط همین خودی همین چیز را، بلکه به یگان سبب همین چیزها را دوست می‌دارید. میوه را دوست می‌دارید، سبب این است که این میوه لذیذ است و شیرین است. پدر و مادر را دوست می‌دارید، زیرا که پدر و مادر به شما سبب شدند که به این دنیا آمدید و شما را تربیت کردند و خوبی و در حق شما نیکی‌ها کردند. همه همین طور. اما الله را فقط خودش را دوست می‌دارید، با وجودی بلاهایی که به سر شما از سنجشی که از جانب الله میاد، با وجودی وزمین بودن زندگی، با وجودی کمبودی که دارید، با وجودی این که شما در این دنیا شاید غم بغل هستید، فقیر هستید، مشقت دارید، با وجودی این که شما مریض هستید و کسل هستید، فرقی ندارد. خوب هستید یا بد هستید فرقی ندارد. باید الله را دوست بدارید، به ذاتش، ذات الله رب العزة والجلال را باید دوست بدارید. بارک الله فیکم. اما غیر الله را نباید ذاتش را دوست بدارید. ابن القیم الجوزی در مدارج السالکین میگویند که فالله تعالى انما خلق الخلق لعبادته الجامعه لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأوامره، فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة. الله سبحانه وتعالى مردم را خلق را خلق کرد به خاطر عبادت کردنش. من و شما به خاطر چی خلق شدیم؟ به خاطر اینکه الله را، یگانه الله را عبادت بکنیم به تمام نمود کمال عبادت، که البته تمام کمال عبادت این محبت الله هست. عبادت میکنید الله را در حالتی که الله را دوست دارید، با همراهی خضوع و خاکساری و تواضع و ذلت و پابرجا بودن در عبادت و امرهای الله را بجا آوردن و از نهیهای الله دور شدن. پس اصل تمام عبادت این محبت الله است. یگانه الله را دوست داشتن است، یگانه الله را به محبت شناختن است. پس باید تمام عشق، محبت و حب همش باید به الله باشد و با همراهی الله چیزی دیگری دوست داشته نشده باشد. تمام حب و محبت به الله باشد و غیر الله یا برابر الله چیزی دیگر را دوست داشتن البته شرک است و این محبتی حرام است. اما به خاطر الله دوست داشتن البته این ضرور است. یعنی الله را دوست می‌دارید و باقی مانده چیزها را به خاطر الله دوست می‌دارید، لاجل الله سبحانه و تعالی. ابن تیمیه رحمه الله در مجموعة الفتاوی ذکر میکنند، در مجموعة الفتاوی ذکر شده است، مجله 8 والله اعلم
صفحه 360 که میگویند فكل من ادعى انه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب. پس همه آن کسانی که ادعا می کنند و دعوا دارند که البته الله را دوست دارند، در حالتی که پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ندارند، متابعت سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمی کنند، پس این دعوای محبتشان دروغ است. اینها دروغ گویانند. سبحان الله. پس برادرم و خواهر موحدم، به گرد و اطرافت نظر بکن، بنگر که امروز کدام از مؤمنان و موحدان و صادقانند و کدام از جمله منافقان و کاذبان و دروغگویانند. هر کسی که دعوای محبت الله را کرد و پیروی سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از نظر عقیده، از نظر سخن کردن، از نظر عمل، از همه جهت پیروی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کرد، این محبتش محبت صادق است، این دعواش دعوای درست است. اما کسی که ادعای عشق الله و محبت الله را کرد و پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نبود، این دروغگو است. پس این دلالت میکند که اهل بدعت دروغگویانند، خرافات پرستان و مشرکان و قبوری ها دروغگویانند، دعوای محبتشان دروغین است. بارک الله فیکم. پس بارک الله فیکم. این چنین ابن القیم الجوزی در مدارج السالکین بار دیگر ذکر میکن در مسئله محبت و میگن که و اذا كانت المحبه له هي حقیقت عبودیت و سرها فهي انما تتحقق باتباع امره و اجتناب نهیه. پس هر آن زمانی که محبت این حقیقت عبودیت است و اسرار عبودیت و سر عبودیت در همین محبت است، یعنی در زمانی که محبت یکی از بزرگترین عبادت است و مغز عبادت است، پس همین محبت کدام وقت به وجود می آید، کدام وقت تحقیق می آید؟ همان وقتی که اتباع امر الله و رسولش بکنیم و اجتناب و بازداری از نهی الله و نهی رسول کرده باشیم. فعند الاتباع تثبيت حقيقة العبودية والمحبة، فانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء المحبة الله. پس زمانی که ما پیروی و اتباع الله و رسولش میکنیم، حقیقت عبودیت به وجود می آید و محبت به وجود می آید. و زمانی که محبت رفت، دانید که زمانی که محبت نابود شد، پیروی الله و رسول هم نابود می شود. زمانی که پیروی الله و رسول نابود شد، این چنین محبت نابود می شود. فانتفاء المتابعه ملزوم لاتفاء المحبه. زمانی که متابعت نابود شد، حتما محبت هم نابود می شود. کسی که پیروی قرآن نمی کند، کسی که پیروی سنت نمی کند، باز ادعا دارد که من الله و رسولش را دوست می دارم، این 100% دروغگوی است، کذاب است. زیرا که نابود شدن متابعت این ملزوم می شمارد، لزوم می شمارد که محبت هم نابود شود. پس شیخ ابن القیم الجوزی میگن فيستحيل اذا ثبوت محبتهم لله بدون المتابعه للرسول صلی الله علیه وسلم. پس این مستحیل است، این ناممکن است که در انسان محبت الله ثابت باشد اما پیروی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود نداشته باشد. این ناممکن است. وقتی که محبت الله در قلب تو وجود دارد، پس متابعت و پیروی سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم وجود دارد. پس همین است که ما میگوییم و همیشه گشته و برگشته تکرار میکنیم که ای خواهرم و برادر موحدم، پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باش. و سخن فضیل ابن عیاض را بار دیگر به یادتان میرسانیم که گفتند ان العمل لا يقبل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا. عمل قبول نمیشه و زمانی که خالصانه بر الله است، در حالتی که موافق سنت نیست. ولا يقبل اذا كان صوابا ولم يكن مخلصا. و این چنین زمانی که عمل شما 100% موافق سنت است اما اخلاص وجود ندارد، توحید وجود ندارد، این عمل هم قبول نیست. حتی یکون صوابا خالصا و صوابا، تا همان زمانی که عمل شما هم خالص به خاطر الله باشد، هم پیروی رسول الله داشته باشد، تا همون زمان قبول نیست. زمانی که عمل شما موافق سنت رسول الله شد و خاص به خاطر الله شد، با همراهی توحید شد، پس این عمل شما قبول است.
ابن القيم الجوزی باز ذکر میکنن، میگن دل على ان متابعة الرسول صلی الله علیه وسلم هي حب الله و رسوله و طاعة امره. دلالت ها دلالت میکند که متابعت و پیروی کردن رسول اکرم صلی الله علیه وسلم انمین حب الله است. محبت الله، دوستداری الله، عشق و حب الله در کجاست؟ در پیروی سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. حب الله، حب رسول در طاعت الله و رسول است. پس کسی که طاعت الله و رسولش را بجا بیارد، این انسان الله و رسولش را دوست دارد. کسی که پیروی و متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارد، پس این انسان محبت هم ندارد و اگر محبت دارم بگوید این دروغگو است. ابن القیم الجوزی، البته ابن تیمیه رحمه الله ذکر میکنند و میگویند حلاوة الإيمان المتضمنة للظلة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور. حلاوت ایمان، آن ایمانی که در برگیرنده لذت و خوشنودی و زیباگی و خوشبختی است، این همان وقت به وجود می آید که در بنده محبت به درجه کمال برسد. یعنی انسان همان زمان حلاوت ایمان را می چشد، همان ایمانی که با خودش لذت و کیفیت و خوشنودی و خوشبختی داشته باشد که انسان محبتش به کمال رسد. یعنی محبت بنده به الله به درجه بالا رود. و البته همان وقت ایمان شما کامل می شود و ایمان شما به درجه خوشبختی و لذت و خوشنودی می رسد و همان وقت محبت شما بالا می شود که این سه چیز در شما به وجود آید. یکم چیز کامل کردن محبت، تکمیلی انمین محبت الله. یعنی اونقدر الله و رسولش را دوست بدارید که غیر از الله و رسول هیچ کس را اینچنین دوست ندارید. یعنی الله و رسولش در نزد شما از همه پیش باشد، حکم الله و رسول در نزد شما از همه حکم‌ها پیش باشد، قانون الله از همه قانون‌ها پیش باشد، سخن الله و رسول از همه سخن‌ها پیش باشد. پس این محبت الله است. اطاعت الله و رسول از همه اطاعت‌ها پیش باشد. یعنی الله و رسول را از همه دیگر چیزها زیاد دوست بدارید. یک. دوم که سبب پیدایش محبت حقیقی و ایمان با لذت و خوشبختی می شود، دوم سببش یک انسان را دوست ندارد مگرم به خاطر الله. یعنی همه عشق محبتی که در روی دنیا نسبت یگان انسان می کنید به خاطر الله باشد. لا يحب المرأة الا لله. به یگان برادر دوستی می کنید، به یگان کسی کمک می کنید، محبت دارید، همه اش به خاطر الله باشد. سومین سبب بالا شدن محبت و به درجه کمال رسیدن رد کردن ضد محبت. یعنی چلی که در حدیث به ای یکره ضد الایمان و هو الکفر. یعنی ضد ایمان را بد بینید، کفر را بد بینید، به کفر بازگشتن را بد بینید. پس همین سه چیز در شما وجود داشته باشد، الله و رسول را از همه زیاد دوست بدارید، به برادرانتان که دوستی میکنید این دوستیتون به خاطر الله باشد و ضد ایمان که کفر است و فسق است و نفاق است بد بینید. پس این دلالت میکند که شما ایمانتان ان شاء الله کامل شده است، حب محبت که نسبت الله دارید کامل است و سبب خوشبختی شما لذت و خوشنودی شما خواهد بود. بارک الله فیکم. ابن رجب حنبلی صاحب کتاب فتح الباری و صاحب کتاب جامع العلوم والحکم در توحید میگویند که محبت الله اذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح الا الى مرض الرب. محبت الله زمانی که در قلب می جوشد، جوش می زند، در قلب پوری محبت می شود و به قلب این محبت غالب می آید، محبت الله در قلب پور می شود و غالب به قلب می آید، نتیجه اش این می شود که جسم انسان را به سوی رضاگی الله رب العزت و الجلال می کشاند، جسم شما را به سوی عمل صالح می برد. و این چنین ذکر می کنند در مسئله
حدیثی زیر حدیث که تعیس عبد الدینار، رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگن شکست خورد بنده دینار، ناامید شد. پس این حدیث هم دلالت میکنند، میگن که هر کسی که چیزی را دوست بدارد و به همین چیز اطاعت بکند و غایت و مقصد و مطلوبش و تمام عملش به خاطر همین چیزی از چیزهای دنیا و مخلوق شده باشد، دوستاریش به خاطر همین دنیا باشد، بدبینیش به خاطر همین دنیا باشد، مقصد حرکتش، مطلوبش، غایتش همین باشد، پس این بنده دنیا شده است، زیرا که دنیا را میپرستد. یعنی اطاعت کردن به خاطر دنیا، دوستی کردن به خاطر دنیا، حرکت کردن به خاطر دنیا، دشمنی کردن به خاطر مال دنیا، به خاطر پول مال دنیا از خانه همیشه برآمدن و درآمدن، تمام عملها را به خاطر یک مبلغ ناچیز دنیا صرف کردن، این دلالت میکرد که این انسان بنده پول مال دنیا شده است و معبودش و الهش این دنیا شده است. اعوذ بالله من ذلک. پس بعضی انسان ها مشرک میشوند به سبب اینکه الهشان، معبودشان هوای نفسشان است، به خاطر نفسشان به تمام کار راضیند. کمی خوشنود باشن شد، نفسشان کمی راحت بینه شد. بعضی انسان ها به خاطر دنیا مشرک شدند، دنیا سببی مشرک شدنشان شد و دنیا این اله و معبودشان شد. بعضی ها به خاطر قبر و اولیا و بعضی ها به خاطر محبت چیزی دیگر و غیر ذلك البته مشرک شدند. پس برادرم و خواهر موحدم، در حقیقت سخنهای علما در این مسئله بینهایت زیاد است. در مسئله این که محبت شرط صحت لا اله الا الله است و من فکر میکنم این 2 حلقه که ما در ذکر سخنهای علمای اهل سنت و الجماعت به شما بخشیدیم کافی بود برای بیان کردن این که محبت این در حقیقت شرط صحت لا اله الا الله است. هر کسی که محبت ندارد این انسان دین ندارد. هر کسی که محبت الله و رسول و دین و لا اله الا الله ندارد این انسان اصلا لا اله الا اللهش صحیح و درست نیست. اما در آینده به شما بیان میکنیم بعد از 1-2-3 مسئله که محبت اصل دارد و فرع دارد. مقصد ما اصلی محبت است. چگونه که ایمان اصل دارد، چگونه که ما به شما ذکر کردیم یقین، صدق، اخلاص، همه اش اصل دارد و فرع دارد، جزئیات دارد، شاخه ها دارد. شاخه ها و فرع و این جزئیات وقتی که نابود شد ایمان ضعیف می شود، اما وقتی که اصل نابود شد انسان از ملت اسلام بیرون می شود و کافر می شود و مرتد می شود. بارک الله فیکم. و با همین این حلقه را به پایان می رسونیم و در حلقه های آینده علاقه محبت به باقی مانده از شرط ها چگونه است، یا که مرتبه های محبت و تقسیم کردن محبت به اصل و کمال، و یا که قسم های مردم در محبت توحید، یا که نمودهای و قسم های محبت. البته در این موضوع ها در حلقه های آینده به شما صحبت خواهیم کرد. بارك الله فيكم، حياكم الله بياكم. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يوفقنا بالمحبة الصادقة وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم.